سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان و همراهان. بنیامین امینی راد هستم با دوره آموزشی کاربر کامپیوتر امن یا همون CSCU در خدمتتون هستم. دوره آموزشی Certified Secure Computer User که به اختصار بهش CSCU هم گفته میشه، یکی از دوره‌های مقدماتی در حوزه امنیت هستش که توسط شرکت ایسی کانسل ارائه شده و هدفش هم در حقیقت آگاهی رسوندن به کاربرا و اشخاصی هستش که از سیستم‌های کامپیوتری و دیوایس‌های کامپیوتری استفاده می‌کنن در خصوص خطراتی که ممکنه نسبت به این دستگاه‌ها وجود داشته باشه و موارد امنیتی و چالش‌هایی که ممکنه باشون مواجه بشن، بدونن که این خطرات چیا هستن، نحوه مقابله با اونها به چه صورت هستش و آگاهی‌های لازم رو نسبت به این تهدیدها و خطرات داشته باشن. خب اینجا میخوایم ببینیم که شما تو این دوره قراره چه چیزایی رو یاد بگیرید. همونطور که میبینید 20 مورد اینجا آورده شده که این موارد شامل امنیت داده ها، امنیت توی شبکه‌های اجتماعی، حفاظت با استفاده از آنتی ویروس ها، بازیابی از فاجعه یا همون دیزاستر ریکاوری، امنیت اینترنت، امنیت کارت های اعتباری، نظارت روی فعالیت کودکان به صورت آنلاین، امنیت شبکه‌های خانگی و بیسیم، امنیت سیستم‌های عامل، امنیت توی فضای ابری یا همون کلاود، امنیت پسوردها، راه‌های مقابله با حملات مهندسی اجتماعی، کاهش خطرها و تهدیدهای مربوط به آیدنتیتی تفت یا همون سرقت هویت، امنیت ایمیل، وبگردی به صورت امن، حفاظت از داده‌ها و اطلاعات، حفاظت و امنیت فیزیکی، امنیت تلفن‌های همراه، امنیت دستگاه‌های اینترنت اشیا و کنسول‌های گیمینگ و آخرین مورد هم امن‌سازی دورکاری هستند. خب اینجا میخوایم ببینیم که سرفصل‌ها یا ماژول‌های دوره شامل چه مواردی هستن. دوره به صورت کلی شامل 12 ماژول هستش که البته من یه مورد رو هم بهش اضافه کردم که به صورت اکسترا یا اضافی تو این دوره قرار دادم که الان خدمتتون معرفی میکنم و اونا رو با هم دیگه بررسی میکنیم. ماژول اول که در حقیقت معرفی و مقدمه نسبت به دیتا سکیوریتی یا امنیت داده ها هستش. ماژول دوم مربوط به امن‌سازی سیستم‌های عامل هستش. ماژول سوم مربوط به بدافزارها و آنتی ویروس هستش. چهارم امنیت اینترنت هستش. پنجم امنیت توی شبکه‌های اجتماعی هستش. ششم امنیت ارتباطات ایمیلی هستش. هفتم امنیت دستگاه‌های تلفن همراه هستش. هشتم امنیت کلاود هستش. نهم امنیت ارتباطات شبکه هستش. دهم بکاپ گیری از داده ها و بازیابی از فاجعه هستش. 11 امن‌سازی دستگاه‌های اینترنت اشیا و کنسول‌های گیمینگ هستش. 12 مربوط به دورکاری به صورت امن هستش و 13 هم که به صورت اضافی براتون توی این دوره قرار دادم مربوط به نکات حفاظتی و امنیتی هستش. البته اینو بگم در رابطه با این 13 فصل یا 13 ماژولی که تو این دوره داریم، یه سری از قسمت‌ها رو یا یه سری از توضیحات رو خودم به صورت اضافی براتون قرار دادم. یعنی مواردی بودن که مرتبط با هر کدوم از این موضوعات بودن ولی خب توی این دوره به صورت عملی بهشون اشاره‌ای نشده بود یا توضیح مفصلی راجبشون داده نشده بود، ولی خب من میخواستم که آگاهی لازم رو نسبت به اونا داشته باشین. حالا بعضی قسمت‌ها به صورت کار عملی هستش، بعضی قسمت‌ها به صورت ارائه هستش و بعضی از موارد رو هم به صورت PDF توی ماژول‌ها یا توی قسمت‌های مربوطه ضمیمه کردم براتون. میخوایم ببینیم که اینجا مخاطبین دوره چه کسانی هستن. ببینید هر شخصی که از دستگاه‌های کامپیوتری، تلفن‌های همراه، دستگاه‌های اینترنت اشیا، کنسول‌های گیمینگ، ایمیل، چت، شبکه‌های اجتماعی، وبگردی و هر موردی توی این مواردی که گفتم استفاده میکنه و آگاهی لازم و دانش کافی نسبت به خطرات و تهدیدهای امنیتی توی این موارد رو نداره، میتونه که این دوره رو بگذرونه، نسبت به خطرات و تهدیدهایی که وجود دارن آگاهی لازم رو کسب کنه و بدونه که نحوه مقابله با اونا به چه صورت هستش. خب ماژول اول از این دوره که مقدمه در رابطه با امنیت داده ها هستش. تو این ماژول میخوایم ببینیم که دیتا یا داده چیه و فرق اون با اطلاعات چی هستش.
اهمیت داده ها رو از دو منظر داده های شخصی و داده های سازمانی بررسی می‌کنیم. تهدیدهای مختلفی که علیه داده ها وجود دارن رو بررسی می‌کنیم و می‌خوایم ببینیم که این تهدیدات چیا هستن. با مفهوم دیتا سکیوریتی یا امنیت داده ها آشنا میشیم. المان‌های امنیت رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم که چیا هستن و خطرات بالقوه‌ای که ممکنه بابت از دست رفتن داده ها به وجود بیان چیا هستن. در آخر هم می‌خوایم ببینیم که چجوری میشه امنیت داده ها رو پیاده سازی کرد. البته تو این ماژول من به صورت اضافه مقوله پسورد منیجمنت یا همون مدیریت پسوردها رو هم براتون قرار دادم و همینطور کار با یکی از نرم افزارهای مدیریت پسورد رو هم با هم دیگه تو این ماژول بررسی می‌کنیم. ماژول دوم مربوط به امن‌سازی سیستم‌های عامل هستش که تو این ماژول با مجموعه‌ای از رویه‌ها و اقدامات مربوط به امن‌سازی سیستم عامل‌های ویندوز 10 و مک او اس ایکس هم آشنا میشیم. ماژول سوم عنوانش هست بدافزار و آنتی ویروس. تو این ماژول می‌خوایم ببینیم که مالور یا بدافزار چیه. انواع بدافزارها رو بررسی می‌کنیم. با انواع علائم آلوده شدن سیستم توسط بدافزارها آشنا میشیم. میخوایم ببینیم که آنتی ویروس چیه. با معیارهای انتخاب بهترین آنتی ویروس برای سیستماتون و همینطور محدودیت‌های آنتی ویروس ها آشنا میشیم. در آخر هم میخوایم ببینیم که چطوری میشه از فعال بودن آنتی ویروس روی سیستم عاملتون مطمئن بشید و اطمینان حاصل کنید که آنتی ویروستون داره کار میکنه. البته به صورت اضافه توی این ماژول من یه تعداد از آنتی ویروس های پی سی و موبایلی رو هم براتون آوردم که اونا رو با هم دیگه بررسی کنیم و اینکه یکی از آنتی ویروس های موبایلی برای تلفن همراه و یکی از آنتی ویروس های کامپیوتری رو هم با هم دیگه به صورت اجمالی بررسی میکنیم. ماژول چهارم مربوط به امنیت اینترنت یا همون اینترنت سکیوریتی هستش که تو این ماژول میخوایم با مفهوم امنیت اینترنت آشنا بشیم. میخوایم ببینیم که مرورگر وب یا همون وب براوزر چیه. نحوه پیکربندی مرورگرها به صورت امن رو بررسی میکنیم. با نحوه تشخیص وبسایت‌های امن آشنا میشیم و میخوایم ببینیم که وبسایت‌های امن چه ویژگی‌ها چه شاخصه‌هایی دارن که بتونیم اونها رو تشخیص بدیم. با انواع خطرهایی که بچه‌ها و کودکان ممکنه توی فضای آنلاین باشون مواجه بشن. علائمی که یک کودک ممکنه تو معرض خطرات آنلاین قرار گرفته باشه و همینطور اقدامایی که باید تو این شرایط انجام داد هم آشنا میشیم. تو این ماژول من به صورت اضافه ترکرها و کوکی ها رو براتون آوردم که باشون آشنا بشیم. یه سری از مرورگرهای امن مخصوص وبگردی برای کودکان رو بررسی میکنیم و دو مورد از اکستنشن ها یا افزونه های امنیتی مخصوص مرورگرها رو هم بررسی میکنیم که به چه صورت هستن. ماژول پنجم مربوط به امنیت توی شبکه‌های اجتماعی هستش که تو این ماژول با مفاهیم مربوط به شبکه‌های اجتماعی مجازی آشنا میشیم. میخوایم ببینیم که منظور از پروفایل توی شبکه‌های اجتماعی چیه، میتونه شامل چه اطلاعاتی باشه و چه خطرات امنیتی ممکنه براتون داشته باشه و میخوایم ببینیم که این خطرات چیا هستن. با خطرات احتمالی مرتبط با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی هم آشنا میشیم. با مفهوم جیوتگینگ یا تگ جغرافیایی، مزایا و معایبش، خطراتی که ممکنه براتون داشته باشه و همینطور نحوه غیر فعال کردنش توی تلفن‌های همراه هم آشنا میشیم. با تنظیمات امنیت و حریم خصوصی توی شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اکس یا همون توییتر سابق هم آشنا میشیم و اونا رو بررسی میکنیم که به چه صورت هستن. توی این ماژول به صورت اضافه با تنظیمات امنیت و حریم خصوصی توی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های تلگرام، اینستاگرام و واتساپ هم آشنا میشیم و همینطور خطرهایی که ممکن علیه اونا وجود داشته باشه و علائم هک شدن یا گرفتن دسترسی غیر مجاز به اونا رو هم بررسی میکنیم. چون جزء پر استفاده ترین اپلیکیشن ها تو ایران بودن و خب خیلی ها تو ایران از این اپلیکیشن ها دارن استفاده میکنن، توضیحات و کار با تنظیمات اونا رو به خاطر همین توی این ماژول براتون قرار دادم، چون توی این ماژول به صورت رسمی فقط به فیسبوک و توییتر تنظیماتشون بررسی شده بود، ولی خب من دوست داشتم نسبت به تلگرام، اینستاگرام و واتساپ هم یه دید کلی داشته باشین که تنظیماتشون به چه صورت هستش. ماژول ششم مربوط به امنیت ارتباطات ایمیلی هستش که توی این ماژول با اهمیت مقوله امنیت ایمیل آشنا میشیم.
تهدیدهای مختلفی که موقع استفاده از ایمیل ممکنه باشون مواجه بشین و همینطور راههای مقابله با اونا رو بررسی میکنیم. تنظیمات مربوط به امنیت و حریم خصوصی توی جیمیل و اکانت گوگل شما و همینطور نرم افزار مایکروسافت اوتلوک رو هم بررسی میکنیم. تو این ماژول به صورت اضافه من یکی از سرویس دهنده‌های ایمیلی فوق‌العاده امن رو هم براتون قرار دادم و اونو با هم دیگه بررسی میکنیم که اگه یه وقت نگرانی در خصوص امنیت و حریم خصوصی راجع به شرکت‌هایی مثل گوگل و یاهو به خاطر کارهای مربوط به جمع‌آوری اطلاعات از حساب‌های ایمیلیتون دارید، میتونید به جاش از این سرویس دهنده استفاده کنید که امنیت و حریم خصوصی فوق‌العاده بالایی رو بهتون ارائه میده. ماژول هفتم مربوط به امن‌سازی تلفن‌های همراه هستش. تو این ماژول با مقوله امنیت تلفن همراه، خطرهایی که ممکن علیه این دستگاه‌ها وجود داشته باشن و رویه‌های امن‌سازی اونها آشنا میشیم. چک‌لیست‌های امنیتی مربوط به تلفن همراه و بلوتوث رو هم با هم بررسی می‌کنیم. توی این ماژول به صورت اضافی تنظیمات امنیت و حریم خصوصی مرورگر گوگل کروم توی دستگاه‌های اندرویدی برای وبگردی امن رو هم بررسی می‌کنیم. با سرویس امنیتی گوگل پلی پروتکت توی دستگاه‌های اندرویدی به همراه نحوه استفاده از اون، قابلیتاش و همینطور محدودیتایی که داره هم آشنا میشیم. با مقوله ردیابی تلفن همراه هم برای مواقعی که ممکنه موبایلتون گم بشه یا سرقت بشه هم آشنا میشیم و نحوه پیگیری اونو برای سیم کارت ها و اپراتورهای داخلی تلفن همراه توی ایران رو هم بررسی میکنیم. ماژول هشتم مربوط به امن‌سازی کلاود هستش که توی این ماژول با مفهوم کلاود یا ابر و انواع اون آشنا میشیم. تهدیدهای مختلف علیه حساب‌های کلاود و راه‌های مقابله با اونها رو هم بررسی می‌کنیم. مشکلات مربوط با حریم خصوصی برای حساب‌های کلاود رو هم بررسی می‌کنیم. در آخر هم با نحوه انتخاب سرویس دهنده‌های مربوط به فضای ابری یا کلاود بر اساس نیازهایی که ممکنه داشته باشین هم آشنا میشیم که هر کدومشون چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن و چه محدودیت‌ها یا مشکلاتی ممکنه داشته باشن. تمام این موارد رو بررسی می‌کنیم. تو این ماژول به صورت اضافه با سرویس دهنده ابری گوگل درایو و نحوه کار کردن با اون هم آشنا میشیم. ماژول نهم مربوط به امن‌سازی ارتباطات شبکه هستش. تو این ماژول با انواع مختلف شبکه‌ها آشنا میشیم. با نحوه راه اندازی شبکه‌های خانگی یا هوم نتورک آشنا میشیم. با نحوه نصب و راه اندازی شبکه‌های بیسیم توی ویندوز 10 آشنا میشیم. انواع تهدیدها علیه شبکه‌های وایرلس و همینطور راه‌های مقابله با اونا رو هم بررسی می‌کنیم. با نحوه استفاده از مواردی مثل فایروال، آنتی ویروس و رمزگذاری هم برای امن کردن شبکه‌های وایرلس آشنا میشیم. ماژول دهم مربوط به بکاپ گیری از داده‌ها و بازیابی از فاجعه هستش. تو این ماژول با اهمیت و دلایل بکاپ گیری از داده‌ها آشنا میشیم. با حوادث و دلایلی که ممکنه باعث از دست رفتن داده‌ها بشن آشنا میشیم. انواع بکاپ گیری از داده‌ها رو بررسی می‌کنیم. نحوه بکاپ گیری و بازگردوندن داده‌ها توی ویندوز 10 و مک او اس رو هم بررسی می‌کنیم. در آخر هم نحوه حذف کردن و از بین بردن داده‌ها و اطلاعاتتون به صورت دائمی و امن رو با استفاده از نرم افزار ایریزر بررسی می‌کنیم. تو این ماژول به صورت اضافه نرم افزار اکرونیس و قابلیت‌هایی که برای بکاپ گیری، ریستور کردن و سایر امکانات دیگه‌ای که داره رو هم با هم دیگه بررسی می‌کنیم. ماژول 11 مربوط به امن‌سازی دستگاه‌های اینترنت اشیا و کنسول‌های گیمینگ هستش. تو این ماژول با دستگاه‌های اینترنت اشیا آشنا میشیم. انواع تهدیدها و خطرهای مرتبط با این دستگاه‌ها و همینطور راه‌های مقابله با اونها رو بررسی می‌کنیم و تهدیدهای مرتبط با کنسول‌های گیمینگ و راه‌های مقابله با اونها رو هم با هم دیگه بررسی می‌کنیم. ماژول 12 که در حقیقت آخرین ماژول این دوره هستش هم عنوانش هست دورکاری امن. تو این ماژول ما با مفهوم دورکاری و نیازهایی که داره آشنا میشیم. با انواع مختلف دورکاری آشنا میشیم. انواع تهدیدها و خطرهای مرتبط با دورکاری رو هم بررسی میکنیم. نحوه پیاده سازی دورکاری به صورت امن رو هم بررسی میکنیم و در آخر هم بهترین شیوه ها برای دورکاری امن رو با هم دیگه بررسی میکنیم که به چه صورت هستن.
ماژول 13 هم مربوط به نکات حفاظتی و امنیتی هستش که در خصوص استفاده از کامپیوترها و لپتاپ‌ها به صورت شخصی و سازمانیه که من این ماژول رو به صورت اضافی توی دوره براتون قرار دادم. حالا چه برای استفاده از این دستگاه به صورت شخصی یا به صورت سازمانی، یعنی توی محل کارتون، حمل کردن این دستگاه‌ها، انواع خطرهایی که ممکنه در رابطه با این دستگاه‌ها براتون پیش بیاد یا انواع سناریوها یا تهدیدهای امنیتی که ممکنه براتون توی سفرهای داخلی یا حتی سفرهای خارجی مأموریتی یا تفریحی و دام‌هایی که ممکنه براتون پهن بشن رو با هم بررسی می‌کنیم تا اینکه با شناخت و آگاهی این خطرها و سناریوها و تهدیدها بتونید حد اکثر آگاهی و هوشیاری رو نسبت به این خطرها و تهدیدها داشته باشین و تا جایی که ممکنه بتونید این آسیب‌ها رو نسبت به دستگاه‌های خودتون تا حد امکان کاهش بدین. خب اینجا مشخصات مربوط به برگزاری آزمونش رو نوشته که البته آزمونش توی ایران به خاطر تحریم‌ها برگزار نمیشه. در رابطه با بروزرسانی دورم خدمتون بگم که من در طول سال حداقل 2 بار این دوره رو بروزرسانی میکنم، یعنی سعی میکنم توی بازه زمانی 6 ماهه اگر مورد جدیدی باشه، ابزار جدیدی باشه، مقوله جدیدی، سرفصل جدیدی باشه، اونا رو حتما براتون اضافه میکنم. در رابطه با آپدیت و بروزرسانی دوره خیالتون راحت باشه، یا حتی اگه دوره نیاز به ضبط مجدد داره، نیاز داره مطالب بیشتری بهش اضافه بشه، این کار رو انجام میدم. و در آخرم جا داره از پلتفرم مکتب خونه به خاطر اینکه این فرصت رو در اختیارم قرار دادن که با این دوره در خدمتتون باشم تشکر کنم. امیدوارم که در کل این دوره مورد قبولتون واقع بشه و بتونیم که دوره خیلی خوبی رو در کنار هم دیگه داشته باشیم.